با سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان عزیز، با شما همراه هستیم با جلسه دوم آموزش نرم افزار انسیس فلوئنت. خب دوستان، در جلسه اول درباره مدل سازی و اهمیت اون برای کارهای CFD با همدیگه صحبت کردیم. اما در ادامه مباحث قبل میخوایم با استفاده از دو ماژول اسپیس کلیم و دیزاین مدلر شروع به طراحی و ترمیم فایل های خودمون بکنیم. درباره تفاوت این دو ماژول همینو میتونیم بگیم که برای طراحی نرم افزار اسپیس کلیم بسیار مناسب تر بوده، اما برای ترمیم فایل های خودمون ما باید از نرم افزار دیزاین مدلر استفاده کنیم. خب بچه‌ها، در بخش اول ما با استفاده از نرم افزار دیزاین مدلر شروع به طراحی دو فایل که در این اسلاید نشون داده شده رو میکنیم. خب بریم وارد نرم افزار انسیس ورکبنچ بشیم و با هم شروع به طراحی یک میکسچر در نرم افزار دیزاین مدلر کنیم. خب دوستان، من برای آموزش این پکیج از نرم افزار انسیس ورکبنچ نسخه 19.2 استفاده کردم. شما هم میتونید برای همخوانی از همین نسخه استفاده کنید، اما احیانا اگر ورژن های پایین تر رو شما نصب کردید هیچ مشکلی نیست و شما به راحتی میتونید این آموزش رو با ما گام به گام پیش بیایید. خب بریم درباره نرم افزار انسیس ورکبنچ با هم دیگه صحبت کنیم. بچه در قسمت سمت چپ شما زیرشاخه های انالایز سیستم و کامپوننت سیستم رو مشاهده میکنید. ما برای این آموزش فقط از این دو بخش استفاده میکنیم و با بخش های دیگه فعلا کاری نداریم. بچه‌ها، آنالایز سیستم مربوط به ماژول هایی میشه که برای تحلیل استفاده میشه. به طور مثال شما میخواین از نرم افزار فلوئنت CFX استفاده کنید، در این بخش شما میتونید این نرم افزارها رو پیدا کنید. اما بچه‌ها، اگر من بخوام داخل خود نرم افزار انسیس ورکبنچ شروع به طراحی و شبکه بندی کنم، باید بیام تو زیر شاخه کامپوننت سیستم و از ماژول های جیومتری و شبکه بندیش استفاده کنم. خب بریم درباره محیط نرم افزار صحبت کنیم. بچه هر یک از این گزینه هایی که شما میبینید بهش میگن یک ماژول یا تول باکس. به طور مثال من میخوام طراحی خودم رو شروع کنم. میام از بخش جیومتری یک تول باکس جیومتری رو ایجاد میکنم. خب حالا اگر بخوام شبکه رو بزنم، در گذشته نیاز داشتم که از طریق ایمپورت کردن فایل ها اون رو وارد نرم افزارهای شبکه بندی مثل انسیس مشینگ، ISMCFT و گمبیت کنیم. اما با استفاده از نرم افزار انسیس ورکبنچ دیگه این بخش بچه‌ها حذف شده. شما به راحتی میتونید فایل های خودتون رو وارد نرم افزارهای شبکه بندی کنید. به طور مثال من میخوام هندسه خودم رو وارد نرم افزار انسیس مشینگ کنم. از این بخش روی گزینه مش دوبار کلیک میکنم و روی این بخش یعنی قسمت تول باکس جیومتری کلیک میکنم و نگه میدارم. با درگ اند دراپ کردن شما میتونید رابطه بین ماژول ها و تول باکس های خودتون ایجاد کنید. نگاه کنید، الان این جیومتری، این مش، یعنی من در این بخش میام هندسه خودم رو ترسیم میکنم، در این بخش میام شبکه‌شو میزنم. حالا با استفاده از همین کار شما میتونید اینها فایل های مش خودتون رو وارد نرم افزارهای فلوئنت و CFX کنید که در ادامه ما اینها رو به شما آموزش کامل خواهیم داد. خب بچه‌ها، اگر بخوایم رابطه بین دو تا تول باکس رو از بین ببریم، کافیه روی این خط کلیک کنیم و دلیت رو بزنیم. می‌بینید بچه‌ها الان دیگه این دو تول باکس به هم وابسته نیستن و شما میتونید به طور جداگونه از اونها استفاده کنید. برای پاک کردنش هم کافیه روی این بخش کلیک کنید و دلیت رو بزنید. می‌بینید هر کدوم از این تول باکس ها با دلیت کردن از بین میره. خب بچه‌ها، ما درباره اینها در ادامه به طور مفصل و با استفاده از مثال صحبت خواهیم کرد. بریم برای طراحی چه کاری باید انجام بدیم. بچه‌ها برای طراحی همونطور که گفتم باید از ماژول جیومتری استفاده کنیم. من برای طراحی هندسه‌ام دوبار روش کلیک میکنم و تول باکس مربوط به جیومتری رو ایجاد میکنم. خب بچه‌ها اسمش هم این زیر میتونیم بنویسیم. به طور مثال میکسچر. خب حالا بچه‌ها گفتم برای طراحی ما در نرم افزار انسیس ورکبنچ دو تا ماژول داریم. ماژول ابتدایی بچه‌ها اسپیس کلیم و ماژول دوم نرم افزار دیزاین مدلره. نرم افزار اسپیس کلیم بچه‌ها در این بخش قابل مشاهده است و نرم افزار دیزاین مدلر به رنگ سبز
در این بخش شما میتونید اونو مشاهده کنید. اگر فایلی هم از مثلا نرم افزار سالید ورکس دارید، میتونید به راحتی از طریق ایمپورت جیومتری اونو وارد نرم افزار کنید. کافیه وارد این بخش ایمپورت بشید و گزینه براوز رو بزنید. من در ادامه در جلسات بعدی با استفاده از ایمپورت کردن هندسه داخل نرم افزار وارد میکنم که شما به راحتی اون رو بدونید. خب بچه‌ها، درباره پسوندها هم با هم دیگه صحبت میکنیم. پسوندهای نرم افزار اسپیس کلیم برای طراحی، اگر از دیزاین مدلر استفاده میکنید پسوندش AGDB. اگر از اسپیس کلیم استفاده میکنید پسوندش SDOCC. خب این پسوندها مربوط به خود نرم افزار اسپیس کلیم و دیزاین مدلر هستن. بچه یک نکته‌ای که وجود داره، اگر من یک فایلی رو داشته باشم که با نرم افزار مثلا انسیس ورکبنچ نسخه 19.3 ایجاد شده بود، من این نسخه رو نمیتونم در نرم افزارهای ورژن پایینتر استفاده کنم. این یک کاریه که نرم افزار انسیس ورکبنچ برای اینکه شما آپ تو دیت بشید انجام میده، یعنی نمیذاره ورژن های جدیدتر روی نسخه های قدیمی تر باز شه. بریم داخل نرم افزار دیزاین مدلر و با هم شروع به طراحی کنیم. خب من برای ورود به این نرم افزار کافیه روی جیومتری راست کلیک کنم و گزینه نیو دیزاین مدلر جیومتری رو بزنم. وارد نرم افزار میشیم و با هم دیگه طراحی رو شروع میکنیم. خب دوستان، این محیطی که شما الان دارید میبینید محیط نرم افزار انسیس دیزاین مدلر هست. خب ما میتونیم در ابتدای آموزش بیایم بگیم که هر یک از این تولز ها و این ابزارها برای ما چه کاربردی داره و در هنگام رسم هندسه چجوری ازش استفاده کنیم. ولی بچه این آموزش زیاد برای شما کاربردی نیست و نمیتونید به خوبی این نرم افزار رو یاد بگیرید. پس بهتره حین انجام کار و استفاده از هر یک از این ابزارها با اون آشنا بشید و نحوه کار کردن با اون رو یاد بگیرید. خب زیر شاخه جیومتری بچه‌ها شما 3 تا صفحه می‌بینید: XY، ZX و YZ. بچه‌ها هر یک از این پلین ها برای ایجاد محیط اسکچه، یعنی اگر شما بخواید یک طرح اولیه رو ترسیم کنید باید وارد یکی از این صفحات بشید یا اینکه یک صفحه خودتون ایجاد کنید و اسکچ خودتون رو در قسمت 2D این نرم افزار ترسیم کنید. به طور مثال اگر من میخوام هندسه این میکسچر رو رسم کنم، ابتدا وارد محیط XY پلین میشم و روی اسکچینگ بچه‌ها کلیک میکنم. دقت کنید بچه‌ها 2 تا تولز وجود داره: مدلینگ و اسکچینگ. مدلینگ میاد هندسه های شما رو در فضای 3 بعدی به شما نمایش میده، اما در قسمت اسکچینگ شما میتونید هندسه های خودتون رو به صورت 2D ترسیم کنید. حتی با زمانی که شما وارد محیط اسکچینگ میشید، ابزارهای متفاوتی به شما نمایش داده میشه. هر یک از این ابزارها برای ترسیم خط، دایره، مستطیل، مثلث و تمام اشکالی که شما مد نظر دارید استفاده میشه. خب من اگر بخوایم به صورت مستقیم به صفحه YX نگاه کنم، باید روی یکی از این محورها کلیک کنم. به طور مثال من میخوام YX رو در صفحه مختصات به صورت عمود بهش نگاه کنم. من روی Z کلیک میکنم، محور عمود بر صفحه، و صفحه YX به من به صورت نرمال نمایش داده میشه. خب بریم سراغ ترسیم هندسه این میکسچر. بچه‌ها در ابتدا من یک لاین میخوام ترسیم کنم. این لاین برای ایجاد قسمت بلید این میکسچره. من یک لاین به صورت دلخواه ایجاد میکنم، اندازش برام مهم نیست. نگاه کنید بچه‌ها، الان این لاین من تو صفحه YX کشیده شد. من اگر بخوام زوم کنم، از استفاده از اسکرول یا اون کلیک وسط موس بالا پایین میتونم کنم تا زوم این و زوم آوت بشه. یا اگر بخوام از ابزار پن یعنی جابجایی در صفحه استفاده کنم، میتونم از این بخش استفاده کنم یا بیام کلید کنترل رو نگه دارم و اسکرول خودم رو به سمت پایین فشار بدم. میبینید بچه‌ها الان میتونم صفحات مختصات و هندسه خودم رو جابجا کنم. خب قدم بعدی اینه که بچه‌ها این خط به 2 قسمت تقسیم بشه. من برای اینکه این خط رو بیام 2 تیکش کنم، میام تو قسمت مودیفای و گزینه اسپلیت رو میزنم. هر جایی که کلیک کنید بچه‌ها این خط تقسیم میشه. نگاه کنید الان خط من به 2 قسمت تقسیم شد. میبینید رنگ هاش هم متفاوته، یعنی اگر روش وایسم رنگش به صورت نارنجی نمایش داده میشه.
حالا من میخوام این نقطه روی محور Y دقیقاً فیکس بشه. میام از ابزار constraint و گزینه coincidence استفاده میکنم. خب بچه نگاه کنید، من روی این نقطه اگر کلیک کنم و روی محور Y بعدش کلیک کنم، دقیقاً خط یا اون نقطه میاد رو محور Y قرار میده. یعنی الان مختصات این نقطه Xش 0 میشه و Yش یک مقدار خاص میگیره که فعلا برای من مهم نیست. حالا قدم بعدی اینه که بیام این خط رو اندازه گذاری کنم. میخوام بیام بگم که اندازه این خط چقدر باشه، زاویهش با محور X چقدر باشه. میریم با همدیگه این بخش هم آموزش میبینیم. خب دوستان، من یک نکته‌ای که به شما نگفتم و خودم هم یادم رفت اون رو رعایت کنم، یونیت یا واحد کاری این هندسه است. بچه ما باید برای این هندسه از میلیمتر استفاده کنیم. من به اشتباه الان از متر استفاده کردم. خب من این خط رو پاک میکنم، یه بار میام از قسمت یونیت روی میلیمتر قرار میگیرم و حالا هندسه خودم رو ترسیم میکنم. با این ابزارم بچه زوم این زوم آوت قابل انجامه. شما هر یک از اینها رو میتونید برای کارهاتون استفاده کنید. خب من یه بار دیگه وارد محیط اسکچینگ بشم و خط خودم رو ترسیم کنم. با استفاده از کنترل زد هم بچه شما میتونید عملیات خودتون رو برگردید. خب گفتم قدم بعدی اینه که اینو اسپلیت کنیم با استفاده از این گزینه. بعد با استفاده از قید گذاری میام این نقطه رو روی محور Y سوار میکنم. خب الان خط من واحدش هم بچه میلیمتر شد، درست شد. حالا باید بریم سراغ اندازه گذاری. بچه اندازه گذاری تو نرم افزار دیزاین مدلر در قسمت دایمنشنه. شما میتونید از این بخش بیاین بگید خطتون هاریزونتال، ورتیکاله، یا بیاین قطرها و شعاعهای هندسه خودتون رو ترسیم کنید. تو قسمت جنرال هم بچه‌ها اگر روی خط کلیک کنید خودش میاد خودکار اندازه اون رو به شما میگه. نگاه کنید بچه‌ها، الان این طول خط من خیلی زیاده. من میخوام اون رو به اندازه 40 میلیمتر کنم. میبینید بچه‌ها الان 40 میلیمتر شد. من یکم باید زوم کنم تا شما خطمون رو مشاهده کنید. خب بچه‌ها حالا نسبت به محور Y هم میتونم این خط رو جابجا کنم. یعنی بیام بگم که این ارتفاع این بخش چقدر باشه. دوباره میام رو قسمت جنرال بچه‌ها و فاصله اون رو تا محور Y تعیین میکنم. اینجا عدد 25 میلیمتر رو براش وارد میکنیم. من عمود نگاه میکنم. حالا زوم میکنیم به صفحه. خب الان نگاه کنید بچه‌ها، از این نقطه از محور Y فاصلهش 25 میلیمتره و طول خطم 40 میلیمتر شده. خب قدم بعدی اینه که بچه‌ها میخوام زاویه این خط رو با محور X تعیین کنم. من رو بخش جنرال میزنم. البته الان روی جنرال میتونیم بزنیم یا اینکه بیایم با استفاده از ابزارهای دیگه زاویه رو تعیین کنیم. خب بچه نگاه کنید، این الان زاویه رو داره به ما گزارش میکنه. خب میگه این بخش 324. اگر ما اینو 360 در نظر بگیریم، زاویه خط ما چقدر میشه بچه ها؟ یعنی ما 20 درجه میخوایم از 360 درجه کم کنیم، میشه 340 درجه. یه همچین خطی رو ترسیم میکنیم. خب بچه ها قدم بعدی این که میخوام این خط با این خط برابر باشه، یعنی اندازه این دوتا خط یکی باشه. حالا این کارم انجام میدیم با هم دیگه. خب بچه ها وارد بخش قید گذاری میشیم و بیایم یکم پایین ابزار equal length رو مشاهده کنیم. میگه اینجا select first line،
میگه این خط رو انتخاب کن، بعد این خط رو هم بعدش انتخاب کن. خودش میاد اندازه این دوتا خط رو به طور برابر با همدیگه میگیره. خب الان خطهای من به طور برابر با همدیگه اندازهش یکی شد. بچه‌ها دیزاین مدلر یه ابزاری داره به اسم انیمیت کردن. یعنی شما میتونید بیاین انیمیشن قیدهای خودتون رو ببینید. کافیه روی این بخش کلیک کنید و این سیکل رو بچه‌ها هر عددی که حالا دوست دارید قرار بدید، میاد برای شما یک انیمیشن از کارتون نشون میده. خب من روی یکی از اینها کلیک می‌کنم. می‌بینید بچه‌ها الان روی هر کدوم از قیدهاتون کلیک کنید میاد میگه، یعنی یه به صورت انیمیشن میاد میگه آقا این قید با توجه به کجا قرار گرفته. خب این بخش هم شما میتونید استفاده کنید برای اطمینان از کارهای خودتون. بریم وارد قسمت مدلینگ بشیم و شروع کنیم به استفاده از گزینه اکسترود. من میخوام این خطم رو تبدیل به یک بلید کنم. بچه‌ها تو قسمت کرییت اکسترود رو اگر بزنید باید بین روی اسکچ خودتون کلیک کنید. یعنی من وقتی زمانی که روی این اسکچ کلیک میکنم این خط، یعنی این طراحی من انتخاب میشه. بعد بچه‌ها اینجا یه سری گزینه ها داره که من الان اونو به شما میگم. این بخش بچه‌ها میگه که چقدر طول این بلید باشه. من میخوام برای 150 میلیمتر قرار بدم. بچه‌ها این تین سورفیس رو اگر یس کنید یعنی بالا و پایین بیاد برای شما این خط رو امتداد بده. یعنی یه جوری انگار داره یک صفحه تولید میکنه. من 2 میلیمتر برای هر بخشش قرار میدم. حالا من میخوام این دستورم اجرا بشه. میبینید الان تیکش به صورت یک فلشه، یعنی فعلا اعمال نشده. روش راست کلیک میکنم، جنریتو میزنم. میبینید بچه‌ها الان اتفاقی که افتاد این خط 2 میلیمتر رفت بالا، 2 میلیمتر رفت پایین و 150 میلیمتر امتداد داده شد. خب تا الان ما یک شماتیک از بلیدمون رسم کردیم، ولی حالا باید بریم بهش یک پخ بدیم و اینجا رو تبدیل به دایره کنیم. بچه‌ها برای این کار تو قسمت کرییت میتونیم از فیکس ریدیوس بلند استفاده کنیم. خب میگه که ابتدا جیومتری خودت رو انتخاب کن. من این دوتا خط رو انتخاب میکنم و اینجا بچه‌ها اندازه 25 میلیمتر رو براش قرار میدم. اینجا من اپلای نکردم. خب اگر دوباره جنریت رو بزنیم اتفاقی که میفته میبینید این خط ها یعنی یه پخ 25 میلیمتری ازش ایجاد میشه. بچه‌ها قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که بیایم از پترن استفاده کنیم. یعنی من میخوام این الگو رو چند بار تکرار کنم. بچه‌ها از قسمت لینیر اینو سرکولار میکنیم، یعنی به صورت دایره‌ای من میخوام انتخاب شه. جیومتری رو که انتخاب میکنیم و محور بچه‌ها چرخش رو ما باید الان سلکت کنیم. بچه‌ها محور چرخش رو این خط انتخاب کنید، یا اینکه الان اگر ما یکم این رو بچرخونیم نکنید اینو انتخاب کنید. این اکسس، اینم بلید. خب حالا اینم نامبر آف کپی رو 5 بدید و جنریت کنید. میبینید بچه‌ها الان برای ما 5 تا این هندسه رو تکرار کرد. یکی هم که خودش بود شد 6 تا. خب ایکوال اسپیس هم یعنی فاصله هاش مساوی باشه. فعلا این بخش رو با هم دیگه انجام دادیم. بریم حالا این بلید ها رو یک پارچه کنیم و یک دایره و یا یک استوانه این وسط قرار بدیم. خب برای این کار بچه‌ها از قسمت کرییت بیاین تو این بخش و گزینه سیلندر رو انتخاب کنید. میاد برای خودش یک دایره یعنی یک سیلندر ایجاد میکنه، یک استوانه. نکنید الان پترنش رو به شما نشون داده تقریبا چجوریه، ولی من میخوام جهتش اینجوری نباشه. صفحهش الان ایکس ایگرگه، بیس پلینش رو بچه‌ها اگر این انتخاب کنیم درست میشه، یعنی بیس پلین شد ZX. خب بریم ببینیم که چجوری ردیوس بدیم به این سیلندر. بچه‌ها نگاه کنید این بخش برای شما قطر یه بخشید این شعاع این
استوانه رو میگیره. تو بخش‌های بعدی هم میتونید بهش شما بیاین اندازه بدید. الان من جنریت رو بزنم. ببینید بچه ها تقریبا فعلا یک الگو از کارمون ایجاد شده. بریم قسمت بعدی. بچه تو این بخش من میخوام به شما طریقه ایجاد صفحات رو بگم. یعنی من میخوام یک صفحه روی این دایره ایجاد کنم. چجوری باید این بخش انجام میشه؟ بچه برای تولید صفحه شما کافیه از این بخش استفاده کنید. نگاه کنید نیو پلین. اگر این رو بزنید و بیاین اینو فرام فیس کنید، از این فیس یک صفحه برای من ایجاد کنه. جنریت رو میزنم. خب الان یک صفحه بچه ها برای من ایجاد شد، یک پلین ایجاد شد روی این صفحه. پس گفتم از اینجا و متد رو کردم فرام فیس. خب دوباره وارد بخش کرییت بشیم و گزینه سیلندر رو بزنیم. بچه اینجا میگه صفحه بیس شما چی باشه. من اینجا سیلندر رو انتخاب میکنم. بعد بچه ردیوس رو اینجا گفتیم میتونیم ست کنیم. من ردیوس رو 15 میلیمتر، اینم 550 قرار میدم. حالا جنریتش میکنم. تا الان یک همچین هندسه ای رو ایجاد کردیم. خب میبینید بچه این فعلا هندسه میکسچر منه، یعنی این بخش میکسچره. حالا باید بریم محفظه یا اون محیط اطرافش رو با هم دیگه ترسیم کنیم. خب بچه ها برای کشیدن این محفظه دوباره وارد قسمت کرییت و پرایمتیوس میشیم و گزینه سیلندر رو میزنیم. خب اینجا صفحه رو به درستی انتخاب میکنیم. حالا من میخوام این صفحه یا این سیلندر از منفی، یعنی زدش مختصاتش منفی 100 باشه. میذارم اینجا. نگاه کنید انتقال پیدا کرد به پایین. بچه ها حالا این بخش رو 300 قرار میدم و برای اینجا 700 میلیمتر رو ست میکنم. میبینید یک همچین هندسه ای ایجاد شد. اگر من حالا جنریت رو بزنم، نگاه کنید سیلندر اون میکسچر من با محفظه‌اش الان یکی شد و همش رفت توی سالید که این کار اشتباهه. من اینو ادیت میکنم و به جای اد متریال اد فروزن رو میزنم. خب بچه الان اگر جنریت رو بزنم میبینید محیط فروزن هم شفاف شد. یعنی الان این فروزن هم جزوی از میکسچر هم نیست و جدا از هم هستن و با هم ترکیب نشدن. حالا من میخوام این یک رادیوس هم به اینجا بدم. میام این دوتا لبه رو بچه ها انتخاب میکنم. کلید کنترل رو اگر نگه دارید میتونید دوتا خط رو همزمان با هم دیگه سلکت کنید. اگر اپلای بزنم حالا همین 50 میلیمتر هم ست میکنم. جنریت رو میزنم. میبینید بچه ها الان محفظه این میکسچر منم ایجاد شد. یعنی من یک میکسچر طراحی کردم با یک محفظه اطرافش. خب این بخش پارت هم اگر شما مشاهده کنید میبینید بچه ها دو تا پارت وجود داره. یکی این دامنه اطرافشه، یکی هم این سالید داخلشه. خب بچه ها